اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و شنوندگان عزیز، امروز همراه شما در برنامه آستانه در یکی از موضوعهای خیلی مهم، در یکی از موضوعهایی که بسیار خواهرها در این مسئله خیلی شکایت میکنند و شاید بعضی ها بگویند که موضوع خالص برای طرف گرفتن زنها هست، ولی موضوع یک داغ دیگری جامعه است، داغ دیگری عائله است. در این باره همراه شما عزیزان صحبت میکنم و اون هم موضوع درباره نگاه به قدر همسر تاجیک و همسر روس می باشد. اینجا عزیزان یک مشکلی که هست، زیادی ها از این باخبر هستیم و می بینیم بسیاری از مردهای تاجیک ما باز هم به سبب مهاجرت وقتی روسیه آمدند، پس از اینکه با یک زن روس خانه‌دار می شوند، از بحری همسر و 4 تا 5 تا فرزند خود می برایند و سالها می گذرد دیگر سراغ نمی کنند. همسر کو چیزی دیگر خیر گفتیم، شاید مرد دیگر آن همسرش را دوست نمی دارد، ولی 4 تا 5 تا کودک ها آنها هم اینجا تماما بی پدر می مانند، یعنی از بحر فرزندان خود هم می گذرند. اگرچه می دونیم که زن تاجیک شاید به اندازه بسیاری از زنها، علل خصوص زنهای روس، زیادتر صبور و وفادار است. بالای زن تاجیک اگرچه خیلی زیاد مثلا ببخشید از کار و بار خانه باشد، از مسئولیت های زیادی عائله داری باشد، ولی او باز هم در این مسئله کوشش میکند پای برجا در عائله خود بماند، عائله خود را مستحکم قوی بدارد و اصلا پیش از اون که شوهر طلاق بدهد تقریبا خیلی کم هستند زنهایی که خود بگویند من عائله‌ام رو ویران میکنم، دیگر با تو زندگی نمیکنم. آره اکنون این گونه فرهنگ غرب کم کم دارد پیدا می شود، اما در اصل زنهای تاجیکی که شوهر خود را به گفته بعضی طلاق میدهند یا خلع کرده برآمده میروند تقریبا پیدا نمی شود. برعکس روس ها که خیلی شنیده ایم که در اوان پیری از بحر شوهرش برآمد یا جوانی زیباتری را دید و از بحر شوهرش برآمد و سبحان الله حتی فیلم هایشان هم زیادی درباره آن گویا که قهرمانی است وقتی تو بالای شوهری تو خیانت میکنی. این گونه فیلم ها هم زیاد هستند. و باز هم چیز دیگر این است که وقتی یک مرد تاجیک زن روس میگیرد، صحبت او با زن روسش را نگاه کنید که من به این چیز بارها شاهد شدم و صحبت او با زن تاجیکش را نگاه کنید، خود خلاصه میگیرید که با یک احترام همراهی زن روسش چگونه که صحبت میکند، این گونه صحبت را با زن تاجیکش نمیکند. و با اون که گفتیم زن تاجیک با بود نبود مرد میسازد، با او شاید در 18 سالگی خانه بنا میکند با امید که تا آخر عمر با هم باشند. برای او 4 تا 5 تا چند تا خواهد مردها زنها تولد میکند و این چونین البته که تاج سر از پدر و مادر و خویش و تبارکگویان در آن عائله همراه زندگی میکند. همان گونه که احترام نسبت زنهای اجنبی علل خصوص روس‌ها بسیاری مردها دارند در با زنهای تاجیک دیده نمیشود و کم نیستن زنهایی که میگویند پس از زنی روس گرفتن بین ما هیچ رابطه نمون، هیچ رابطه زن و شوهری نمون، دیگر ما مثل پیشتر نیستیم. یا اینکه اگر نزد من میآید همیشه بهانه میسازد که زودتر برگردد به نزد زنی روسش و همین گونه خیلی خیلی زیاد است. همین گونه موارد خیلی زیاد است و خیلی زیاد دیده می شود، شنیده می شود. و چیکار باید کرد؟ اینجا عیب در کی هست؟ زنهای خیلی که گفتم زنهای خیانتکار در همه جا هستند، اما نسبتا در تاجیک ها خیلی کم دیده می شود. زنهایی که در پیری شوهر خود را پرتافته روند در زنهای تاجیک قریب که پیدا نمی شود. زنهایی که مثلا زیادی بگویند که به من از تو پیشتر ملکت لازم است در زنهای تاجیک کمتر دیده می شود. و نسبت به زنهای روس و دیگر زنها که اساساً که ما خیلی با روس‌ها آمیخته شدیم و این مسئله هست، میخوام در این باره صحبت کنم.
و اینجا عیب در کی است و در چی است؟ یعنی از چی باشد که خواهیم نخواهیم هم شاید در قلب چیزی دیگر، در قلب اور مردهایی باشند که بگویند که زنی تاجیک وفادار است، صبور است، در پیری من دستیاری من است یا همراهی من است و پدر مادری من کمک میکند. او با قلبشان شاید بگویند، اما در ظاهری معامله زیادتر میبینیم. حتی با تلفن وقتی صحبت میکنند، وقتی کوچه میبرویند، این گونه دیده میشود که با زن تاجیک این گونه مناسبت ها کم دیده میشود. و سبب چی هست که وقتی یک مرد یک زنی روس دارد یا یک زنی تاجیک دارد، با تاجیک مناسبتش تماما دیگر گونه و با روس؟ آیا این از روی اینکه فرهنگ ها گوناگون هستند، یا اینکه او را بالاتر میداند، یا اینکه برعکس مردی که مثلا با زنی روس سالها ازدواج کرد، زندگی کرد، بعدن زنی تاجیک گرفت، که این گونه شکایت ها رو یا گفته قصه دل ها رو بسیار شنیدم که میگویند خواهرانی هستند که میگویند زیادی به من طعنه میکند که تو مثل زنی روس شده نمیتوانی، روس ها این گونه هستند و آن گونه هستند. یعنی مشکل در چی هست؟ این تفاوت عیب ها در زن ها هست، در مایان هست، یا عیب در مردها هست؟ عیب در کجا هست که این گونه قدر یک زن تاجیک همیشه پایانتر است در نزد شوهر، و همون گونه که او لایق است، با اون زیاد صبرهای میکردهش، با اون عائله بنیاد میکردهش، با او توجه هم کمتر هست و مناسبت و مهربانی هم کمتر است. و مشکلی در کجا هست؟ در این باره میخواهم همراه شما صحبت کنم و شاید یک دو مهمانی هم داشته باشیم که اگر داخل شدن، که پیشتر صحبت کرده بودیم، خیلی خوب میشد و اگر یکی داخل شدن نتوانستن دیگر برنامه را میبریم، اما اگر داخل شدن خیلی خوب میشد که نظر یک دو سه خواهر رو هم در این باره میگرفتیم. پیش از همه عزیزان، در همین باره وقتی خیلی بنده فکر میکنم و طول چند سال است که زیادی با خواهرها در مسئله های عائلوی، شکر پروردگار، همچون یک مشاور، بعضا همچون یک خواهر، قصه های اونها رو گوش میکنم. زیاد همین چیز می آید. بعد از زنی تتر گرفتن مناسبت ویران شد، بعد از زنی توچه گرفتن. و یک دو برنامه رو هم در تلویزیون دولتی روسیه دیده بودم که زنی بیچاره 5 فرزند دارد، مدت هاست انتظار شوهر است، اما شوهر با یک زنی روسه که ببخشید حتی زن روسه که چندین بار خیانت کرده است، همیشه از پای او دویده میگردد و میگوید من این زن تاجیک رو هرگز دوست نداشتم و من جانم رو برای این روس میدهم. و میتوانید پیدا کنید، پوسکوریت بوده، میدونم برنامه بود که چند سال پیش دیده بودم و واقعا صبوری یک زن تاجیک بود و برابر این بیقدری یک زن تاجیک بود. و این چونین نونکوری یک مرد بود که مادر 5 فرزند خود رو، اون هم در نزد جماعت گشته و برگشته میگفت در حیات من این زن رو دوست نداشتم. 4 فرزند خود بود به فکرم. و زن روسش رو میگفت که برای این همه چیز رو میتوانم بدهم، از بحر همه چیز میتوانم برایم، در حالی که در خود برنامه دیده میشد که اون زن یک زن خیانتکار است. البته مقصد مسلمه احمدی این است که تمام زنهای روس خیانتکار هستند، این یک تهمت بر این ملت می شود، لیکن زیادی ها رو می دانیم، علل خصوص آنهایی که مسلمان شدن به این راه هرگز نمی روند. اما غیر مسلمان ها رو می بینیم که در مسئله مقدسات، درباره نکاح و این چونین احترام شوهر و احترام عائله شوهر در فرهنگ روس ها چگونه هست و زنهای روس چگونه هستند. اکنون خودی بنده در همین باره که دیروز بود گفتم فردا که یک دو جامعه صحبت میکنم، خیلی از هر طرف نگاه کردم. اولین چیزی که به یادم رسید، مثلا اگر به مسند امام احمد نگاه کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بهترین زنهایی هستند که اذا نظرت الیها سرتک. بهترین زنهایی هستند که وقتی تو به اون نگاه میکنی خرسند میشوی، خوشحال میشوی وقتی زن خود را نگاه میکنی. این بهترین زن هاست. در دومش میگویند و اگر و اذا امرت اطاعتک، امرتها، اگر امرش کردی او تو را اطاعت میکند. و اذا غبت عنها، و اگر دور شدی از او، حفظتک فی مالک و نفسها، در مالش و در نفسش تو را حفظ میکند، امانت داری تو هست. یعنی پیامبر 4 صفت رو در اینجا میگویند بهترین زن ها اولا زنی هست که نگاه کردی خرسند میشوی، البته زنی مسلمان بعد از دین. دویمش این است که
وقتی که چیزی میگویی او اطاعتت میکند، سیمش جای رفتی، او انتظار تو هست، امانتدار خانه تو هست، امانتدار ناموس که هست، ناموس تو هست، امانتدار فرزندان تو هست، سیرهای تو هست. این رو میگویم. اکنون بیاید ببینیم که در زنهای روز از همین 4 چیز چی هست. اگر دیدی خرسندش میشوی، چیزی گفته ای تو رو اجرا میکند. اگر نبودی امانتدار تو هست، امانتدار فرزندان تو هست، خودش هست، خانه‌ات هست، سر و اسرارت هست. و در زنهای تاجیک چی هست؟ ببینید که در زنهای روز یکمین چیز هست. اگر دیدی خرسند میشوی که خیلی زیاد به جسم خود نگاه میکنن، به نمود ظاهری خود، به زینت و به آرایش نگاه میکنن. اما آیا دیده زنی روسی رو که شوهر به او بگوید رو لباس های مادرم رو شو، دویده رفته لباس مادر رو بشوید؟ یعنی اگر به دستشویی باشد. آیا دیده زنی روسی رو که اگر شوهر میگوید برو امروز خواهر من بیمار است، از صبح تا بگاه خواهر من رو تو باید کسلبانی بکنی، یعنی در نزدش بیستی، آیا دویده رفته این کارو میکند؟ یا من میروم مدتی 1 سال، تو باید انتظاری من باشی، تو باید خودت رو، فرزندان رو، خانه رو نگه داری، تماما نباید رابطه های غیر مشروع نیم نگاه هم به نامحرم ها نکنی. اینو میکند. یعنی زنهای خریستیانی که امروز اکثریت با آنها زندگی میکنند، استثناء زنهای مسلمانی که دیگر با عفت هستند، خواهران مسلمان روز، این چیز دیگر هست. اما عکسش رو نگاه کنید. از همون 4 صفت زنهای تاجیکی ما، وقتی شوهر گفت برو در خدمت برادرم باش، 98% زنها میگویند برادری تو دیگر هیبری من هست، من میروم. و مادر پدری من نگاه کن، نخواهند هم این رو میکنند، برای اون که میگن این دیگر عرف ما هست، پدر و مادر تو هست، من شرمنده هستم اگر پدر و مادر تو رو به کوچه پرتایم. من میروم 10 سال، 15 سال، 7 سال من در روسیه هستم، خانه ما رو نگاه کن. این رو هم میکنن، این رو هم میکنن. اما اولین چیز، اگر نگاه کردی خرسند میشوی، برای اون که خیلی به آرایش خود نگاه میکند، در خانه به لباس خود نگاه میکند. این چیز در اکثریت زنها پس از فرزند دوم و سوم دار شدن دیده نمی شود. حتی در اکثریت عروسک هایی که آنها در یک خانه زندگی میکنند که همراه یک عائله بزرگ است. و شاید به نظر بنده این باشد که این طبیعت مرد است. طبیعت مرد ها است که زن زیبا رو دوست می‌دارند، زنی که به خود اهمیت می‌دهد، هم در آرایش، هم در لباس و اینچنین در مناسبت که این رو بعداً میگوییم. اما زنهای ما، اکثریت زنها بعد از مادر شدن فراموش میکنند که بجز مادر همسر هم هستند. بجز این که باید کودک خود را نگاه و بین کنند، کودک خود را بزرگ کنند، باید از پای شوهر خود هم باشند که برای شوهر اولین چیز، چگونه که پیامبر میگویند اگر نگاه کردی تو باید نگاه کردی خرسند میشوی. نه اینکه یک زنی هست که سالهاست به مویش شانه نزده است، لباسی هست که با اون لباس دیگر هم در تمیزکاری هست، هم در جای خوب است، هم در داخل خانه است، هم در همه جا هست. نه اینکه زنی هست که دیگر فراموش کرده است آخر بار که برای همسرش خود را زینت کرده است. این گونه زنها خیلی کم هستند در ما. یعنی مشکلی ما این است که شاید اولین مشکلی باشد که زنها بعد از مادر شدن فراموش میکنند که همسر هم هستند. یعنی بجز این که تو مادر هستی، همسر هم هستی. حق مادری رو به جا میاری، حق همسری رو هم به جا بیاری. نه من دیگر وقت ندارم، نه دیگر دستم نمیرسد. با همین میبینید که دیگر این، یعنی طبیعت مرد این است. برای همین گشته و برگشته در قرآن کریم الله درباره حور العین صحبت میکند، درباره دوشیزه های بهشتی، درباره دخترک هایی که اینقدر پوست نازک دارند و موی های زیبا دارند و چشم های زیبا دارند و دیگر جسم و قامت زیبا دارند، برای اینکه خود طبیعت مرد این گونه هست. و زنها این طبیعت رو پس از فرزنددار شدن دیگر فراموش میکنن. شاید اولین چیز همین باشد که اینقدر زیادی ها، یعنی با اون همه صبوری، با اون همه وفاداری، با اون همه اطاعت، باز هم میگویم نه من بهترش این است، خصوصا در اوان جوانی یا گفتیم
بعد از 30 سالگی تا 55 سالگی زیاد مردها ترجیح میکنن، دوست میدارن که زیادتر در کنار زن روس باشن. شاید این اولین سبب باشد، یا گفتیم به نظر بنده البته یکی از سبب ها باشد. و اینجا سبب های دیگر هم هست. حالا اگر مهمون داخل شد میتوانید با ما پیوست کنید تا نظر دیگر خواهر را شنویم، بعد از این دوام میکنیم. فقط مشکلی در این است که در من صدا نمی آید، صدای اون طرف نمی آید، نمیدونم از چی باشد. مادری مهاجر بودند، فقط مشکل این است که من صدا رو نمیشنوم. شاید من میکروفون رو محکم کنم، از این طرف شنوم ایشان رو، ایشان صحبت کنند. بفرمایید. سلام سلام علیکم. آوازم هست؟ سلام. آوازم نیست؟ الو. تماما در من صدا نیست، دوام دید لیک. آواز نیست مالی من. اینجا مشکلی شاید به فکرم مشکلی در ما بود یا تکنیکی بود، یا اولین بار بود که ما مهمان جغ میزنیم، برای همین این گونه به یک مشکلی دچار شدیم. شاید که دفعه های بعدی در این مسئله تجربه پیدا کردیم. یعنی خیلی گفتم اولین چیزی که بنده در این مسئله دیدم این است که همان گونه که باید زن از اولین وظیفه اش در مسئله های محرمیت، در مسئله های آرایش برای شوهرش باید باشد، این رو حتما نگاه کند و این رو حتما به این اهمیت دهد. ولی متاسفانه در مچ خیلی گفتم بعد از آمدن کودک دیگر اکثریت فراموش میکنند و تماما به این مسئله توجه نمیکنند. و چیزی دیگر هم اینجا هست، چیزی دیگری که اینجا دیده می شود. و خواهر اگر داخل شده باشه شما می توانید صحبت کنید، بعدا من دوام میکنم. مادر مهاجر شما اگر داخل شده باشید شما می توانید صحبت کنید، میکروفونتون رو گرم کنید. السلام علیکم. امیدوارم آواز هست در استودیو. آواز هست؟ آوازتان هست. آره آوازتان هست. سلام علیکم خواهران و بینندگان برنامه شما. سر اول میخواستم که مینداری خود را به شما بیان کنم به خاطر چنین برنامه چی میگن داغ روز. این خیلی یک مشکلی بزرگ است که اکثر زنهای ما به این مشکلی گرفتار هستند. میتونم کنم؟ آره خواهر شما صحبت کنید، نظری خود رو بگید در این باب که یعنی سبب چی هست. خیلی گفتم سبب چی هست که با این همه رنج و علم گفتیم، با این همه کارهایی که زنهای تاجیک یا فداکاری که میکنن، باز هم زیادی ها قدر زنی تاجیک رو پایانتر میدانند و یا اینکه زیاد مردها علل خصوص تو در سین جوانی زیادتر دوست میدارن در نزد زنهای روس باشن. سلام علیکم. سر اول میخواستم به شما تشکر کنم برای چنین برنامه چی میگن داغ روز و داغ جامعه را پیشکشی خواهران و مادران، امیدوارم برادران هم میشنوند، کرده ایستاده اید. من قبل از این که به
به برنامه وارد شوم. امروز با چند تا از برادرانی که در مهاجرت هستند هم صحبت شدم و نظری همه آنها در این است که آرای گفتگی شما درست است. زنهای روس با خود خیلی آرایش میدهند و به خود اهمیت میدهند، اندام زیبا دارند و دقت مرد را به خود زیاد جلب میکنند. و زنهای ما باشند بعد از مادر شدن، یعنی مسئولیت مادری به عهده می شود، مسئولیت عروس خانواده زیاد می شود و مسئولیت خدمت شوهر و تمیز و تازه بودن برای شوهر در جای دوم می ایستد. بعد اکثر برادرانی که به مهاجرت می آیند و آنها مجبورند که به مدت 3 4 یا 4 سال در روسیه میمونند، مجبورند که زن روز گرفته در همونجا زندگی کنند. خواهران از این چی میگن؟ از این درس عبرت نمیگیرند که باید شوهر من وقتی که زنی او روز گرفت سبب داشت یا که نمیدونم چی بود، یک مسئولیتی در پیش خود گذارند که باید به پیش شوهر برگردن و باید چی میگن، با یک نازکی زنانه حداقل 3 ماه هم که باشد باید این کوشش خود را بکنند که به پیش شوهرشون بیاین حداقل 3 ماه، برای که پس چشم شوهر نشوند. این 100% خواهر چی میگن عیان است که هر مردی که زن گرفت، نه وابسته زنی روس است یا که زنی تاجیک است، در خانه زنی یکم فرزنده هستن و از این مسئله ها زیاد است، جنگ و جنجال است و مشکلی ها است. زنی دوم است و زنی عروس است، میروند برای یک آرامی و برای چی میگن برای عصب خود را آرام کردن هم حداقل رضا هستند که 1 ساعت هم باشد 2 ساعت هم باشه که اونجا باشند. فکر من همین است و میخواستم تاکید کنم و برادرها خواهش کنم که حداقل در برابر این که شما از زیبایی میدونیم که طبیعت مرد زیبایی را دوست میدارد، از زنهای روز خوشتان می آید و مسئولیت پدریتان را هیچگاه فراموش نکنید و به حیث یک مسلمان زنهای تاجیک خود را و زنهای مسلمان خود را قدر کنید، به قدر صبر آنها برسید. و برادرانی که به من امروز خیلی هم صحبت شدن، من به خود خلاصه کردم که این سوء استفاده از صبر زن تاجیک است. خواهر خیلی که من خلاصه کردم میگن که زن روز اگر که به او با گفت خودشان او خجالت نکنی، او تو را نگاه نمیکنه و تو مجبوری که با او خجالت کنی، او را ناز و نوش برداشت کنی، با او رسخود کنی و وقتی که پول رسخود کردی دیلت برای پولت میسوزه، تو مجبوری که او را داشته بیستی، یعنی با گفته که یعنی که باید قپیده بیستی که من خیلی پول صرف کردم و مهنت هایم رفته است. همین. وارم بهترین است ماشاءالله. چیزهایی که گفتن در حقیقت در دوام برنامه من باید میگفتم و کاملا یک فکری بنده رو هم واضح در اینجا نشان دادن و پروردگار صفی خواهرها رو زیاد کند که توانید فکرهای خود رو گویید در برنامه ها و برنامه آیلبی هست. خیلی میخوام خواهرها هم مشارکت کنند و از برادرانی که فکر خود رو خوب و روشن مثل این خواهر بیان کرده میتوانند. در حقیقت یکی سبب ها چه خیلی گفتم، اگر زن تاجیک زن بودنش را بعد از مادر شدن فراموش کند و دیگر زیب و زینت را فراموش کند، سبب دوم این است که در حقیقت برای یک زن تاجیک همان شرایطی که برای زن روس ها بسیاری مردها آماده میکنند اون وجود ندارد. یعنی
میبینید که چه خیلی گفتم حتی در مسئله خوراک پختن، در مسئله کار و بار خانه، در مسئله مهمون پیشواز گرفتن و گسیلانیدن، در مسئله خدمت اهل و عیال رو کردن، زنهای تاجیک اینها رو اولویت میدانند از زیب و زینت نزد شوهر و از صحبت کردن با شوهر در اموری که شوهر میخواهد و این چنین از چیزهایی که شوهر از زن انتظار است. انا اینجا هست که مثلا یک زن تاجیک وقت و او می آید آمادگی میگیرد شاید 3 روز 4 روز، اما برای شوهر خود شاید 15 دقیقه هم برای آماده شدن وقت ندارد یا همین چیز رو عموما از یک چیزهای نادرکاری میداند. همون گونه یعنی اینقدر مهم نیست. علل خصوص بعد از زن چهارم ببخشید فرزند چهارم و فرزند سوم. ولی خواهران تاجیک باید در این مسئله خیلی جدی باشند که زندگی ما رو، آرامش عائله ما رو یک همسایه نمی کند، یک مهمان از دور آمده که یک روز 1 ساعت سر دسترخوان ما می نشیند نمی کند. اون همه گاو و بز و گوسفندی که ما تمام روز فکر آن را داریم، اون هم برای ما خوشبختی و آرامی نمی آورد. یعنی اولویت یک زن برای همین در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر زنی که 5 وقته نمازش را بخواند، روزش را گیرد، اطاعت پروردگارش را بکند، یعنی بعداً اطاعت شوهر را کرد، او داخل جنت می شود. ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت شوهر را و اکثریت اطاعت شوهر در مسئله اهمیت دادن به او هست، در مسئله آماده شدن برای شوهر است، نه اینکه ما زیادی مسئولیت رو مسئولیت مردمی کردیم، مسئولیت فرزندان کردیم. البته که مادر بالای فرزندش مسئول است، اما تو این اندازه اینه که کی بودن رو فراموش کنی، بسرت شانه زدن رو فراموش کنی، برای خودت در خانه لباس خریدن و پوشیدن رو فراموش کنی. ببینید برای یک توی و برای یک خودنمایی و بین زنها از همه نمود مود زنهایی هستند که استفاده میکنند، از همه نمود آرایش استفاده میکنند و حتی با شوخی از برادر شنیده بودم که همسرش یعنی برادر به همسرش گفته است که همون گونه ای که تو برای دوگانه هایت خود رو آرایش میدهی برای من آرایش نمیدهی. انا اینجا هست که یکی از مشکلی ها، یکی از سبب هایی که یعنی زیاد از مردهای تاجیک در مسئله مقایسه مثل زنی روز شده نمیتوانه میگویند این است. اما مسئله دوم در حقیقت مهیا کردن شرایط. زنی که این همه مسئولیت خانواده بزرگ علل خصوص در دهات که اکثریت مردم ما دهنشین هستند هیچ شرایطی ندارن که 1 ساعت برای خود وقت جدا کنند. و همیشه میشنوید یعنی که عروسکانی که میگویند من 1 ساعت اگر نصف روزی خواب کردم خانه ما قیامت میشود، اگر من 15 دقیقه همراه شوهرم صحبت کردم در روبروی خشتامنم یا خسورم، میبینید که چقدر تو بد اخلاق هستی و تو چقدر انسانی مویون رو احترام نمیکرده هستی، گویان مرا طعنه میزنند. اما اگر زنی روز هر چی میگوید کسی به او چیزی نمیگوید، گویا این فرهنگ است، اما فرهنگ عادت های در ما هست. مسئله دیگر یعنی اگر اینجا گفتیم برای زنی تاجیک شرایط نمیشود برای این زنها مبارزه برند، البته که اینجا هرگز نمیگویم مرد تو بی انصافید، مردها شما نباید کنید. اوره چه خیلی که خواهد در اینجا ذکر کرده گذاشتن برادرانی هستند که سالها در روسیه میگذرانند، ماهها در روسیه میگذرانند، شاید به خاطر اینکه به گناه دست نزنند، شاید به خاطر اونکه حتما باید حجت سازند، شاید به خاطر اونکه در حقیقت دیگر محتاج هستند که یک زن در برشان باشد، یک همسر داشته باشند برای خانه گرم و برای خوراک گرم و عموما برای یعنی شرایط اولیوی زن میگیرن اونجا. اما به محض این فراموش کردن اون زنی که در دهت رو انتظار است، اون زنی که همراه مادر تو شب و روز برایت دعا میکند، اون زنی که همراه خواهر و برادران تو است، اون زنی که برای تو 3 تا 4 تا فرزند کرد، او رو فراموش کردن و دیگر فقط فکر و هوش در این زن بودن، این هم بی انصافی است، این هم ظلم است، این هم قدر ناشناسی هست که زیادی از این گونه برادرها در سالهای پیری به دست همان زن تاجیک گرفتار می شوند. و مسئله دیگر در این مسئله علل خصوص بعد از سن 40 سالگی و 45 سالگی و عزیزان در همین باب زیادی شکایت هایی که دیگر همسرم به من نگاه نمی کند یا اگر به او گفتم به خانه نمی آید میگویند افهایی هستند، خواهرانی هستند که سینشون از 45 بالا هست
و زیادی همین چیز رو زیاد بنده درک کردم. ولی ببینید فرق یک زنی 45 ساله روس و یک زنی 45 ساله تاجیک رو. زنی 45 ساله روس شاید یک کودک 5 ساله دارد و خود را دخترک، یعنی جوان دختر می حسابد و او اگر گفتی خاله هیچ قبول ندارد. من خاله تو نیستم، مرا خواهر بگو، مرا دختر بگو گویان. اما یک زن 45 ساله تاجیک در 45 سالگی صاحب نویره می شود و وی کلا فراموش می کند که اونجا شوهرش هم هست، اونجا مرد خانهش هم هست، اونجا مسئله های دیگر هم هست. تماما فکرش، حیاتش، خیالش برای نبیره ها خرید کردن و برای همسایه ها خدایی کردن و برای دختر و برای کلین و برای داماد و برای خانه می شود. کلا مسائل رو، یعنی او با نظر یک زنی 80 ساله نگاه میکنه، یک زنی 80 ساله و فراموش میسازد که در 45 سالگی هنوز پیر نیستی، هنوز هم سن سالت اونقدر بالا نیست که دیگر فراموش کنی که تو زن هستی، تو شوهر داری، تو باید برابر این هم از زیادتر مسئولیتت بالای شوهر باشد. یعنی مایون خود رو همین گونه میبینیم، شوهر هم همین گونه میبینه. یعنی خواهران عزیزی که شکایت دارن که چرا عیبی من چی بود، یعنی مایون زیادی مسئله رو از جهت این نگاه میکنیم که من چقدر خدمت کردم، من چقدر با بیپولی هایش ساختم و صبر کردم، من چقدر برای این کار کردم، خانه ساختم، باغ ساختم، دیگر کار کردم، اما امروز چی شد که نمیخواد همراهی من باشد، بهانه میسازد میرود از خانه. ولی اینجا خواست مردها چیزی دیگر است. یعنی مرد را پروردگار با آن طبیعت آفریده است، این را دیگر کن هم گفته نمیشود. خیلی که طبیعت زیادی زنها رو دیگر کن گفته نمیشود، او همین گونه آفریده شده است، با آن نمیشود مجادله کرد و نمیشود اون را تغییر داد. اما باید به همان نگاه کرده یک همسر اگر میخواد زندگیش، حیاتش حیاتی بدون مشاکل یا گفتیم بدون طلاق و بدون جدایی ها و بدون تلخی ها باشد، به همان خاراکتر و به همان طبیعت آفریده شده شوهرش نگاه کرده باید مناسبت کند. و چی خیلی گفتم اینجا، یعنی از اینکه زنها، خیلی زنهای تاجیک زودتر خود رو پیر حس میکنن، بعد از 3 تا 4 تا کودک دار شدن دیگر نه به خود نگاه میکنن، نه در مسئله شوهر زیاد فکر میکنن و نه عموما الکی بینش آنها هم به دنیا دیگر می شود و الکی مسئولیت اساسی رو در نزد مردم می دانند و در نزد عروس و در نزد داماد و در نزد نبیره ها. دیگر شوهر هم مرد هم که خیلی میگن مردها تو چند سالگی هم دیگر هنوز طبیعتشان همین است که زن زیبا رو دوست می دارن، همسر رو دوست می دارن که مثل پروانه اطراف آنها باشد. مردها دیگر یا از پای زن جوان می شوند و اکثریت از پای زنهای روز که زنهای روز خیلی گفتم 45 ساله اش هم میگوید مرا دختر بگو، مرا خاله نگو، مرا یعنی با 45 ساله تو بیبی هستی بیاد شاید به شما کارت بزند که تو کی رو پیر گفته ایستاده ای. اما عکس ما با 40 ساله اگر بیبی گفتید خیلی خواهرها خرسند میشوند که من دیگر بیبی هستم، من دیگر مادر بزرگ هستم، دیگر من مثل زنی 70 ساله هستم و به این فخر هم میکنم. یعنی ما همین گونه خود رو احترام میکنیم، همین گونه خود رو نشان داده ایم و همین گونه با ما مناسبت هم میشود. و مسئله دیگر شاید مسئله طبیعت یا خاراکتری از حد نازک زنها، نازک هم نمیگویم، اینو نمیشود نازک گفت، از حد خاراکتر ضعیف زنهای تاجیک باشد. در حقیقت بیهوده زنهای تاجیک رو در تاجیکستان ضعیف نمیگویند، ضعیف یعنی ناتوان. شاید در یگان زبان دنیا این گونه زن رو ضعیف نگویند چگونه که در تاجیکستان زنک رو ضعیفک میگویند، یعنی ناتوانک. از اینکه شکایت های زیاد خیلی گفتم پس از کمی 3 تا 4 تا فرزنددار شدن یا الکی 29 30 ساله شدن، زنهای ما زیادتر همراهی شوهر از شکایت میگویند درباره خواهر و درباره برادر و درباره گاو و گوساله، درباره هر چیز. و علل خصوص مردهایی که زیاد کار میکنن یا ماها در مهاجرت بودن، برای آنها یک خانه آرام لازم است. و در قرآن کریم هم الله میگوید لتسکنوا الیها، تا که شما سکونت و آرامیش یابید در کنار همسرتان. برای شما ما از جنس خود زن آفریدیم تا که در کنار او آرامیش یابید. و از کجا آرامیش می شود؟ وقتی در خانه فقط داد و فغان و گریه یا کودک ها هست
یا اینکه شکایت همیشگی زنها هست که فلانیت این کرد و اینش این کرد و باید این کنیم و باید آن کنیم. مرد هیچ آرامش نمی‌یابد. مردی که تمام روز برای همین خاندان، برای همین فرزندان در فکر است، در دو و تاز است، خانه می آید باز شکایت بالای شکایت. و جای اینکه زن نظر تسرت که اگر نگاه کردی با یعنی آرامشی زند، با زیبایی زند، با نگاه های زند تو خرسند شوی می آیی، دیگر از او می بینی و می ترسی که الان جنگ شروع می شود، شکایت شروع می شود، الان کمبودی ها شروع می شود. دیگر مرد آرزو دارد که به این خانه کمتر آید، به جای رود که گوشش به گفت خودمان تنج باشد. یعنی همان گونه ای که زنها رو پروردگار چنین آفریده است که گفتن را دوست می دارند، گفتن و خالی کردن را دوست می دارند، مردها رو چنان آفریده است که کم شنیدن را دوست می دارند، علل خصوص شکایت ها را. برای همین در اینجا در حقیقت خودم دوستان نزدیکی بنده در مصر خواهرهای چچنستان و داغستانی بودم. خواهرهایی که همراهشان صحبت میکردید، من نمیگویم آنها را یک ضعیفک، مثل مرد خیلی برای زندگی نقشه دارند، حتی برای شوهر، یعنی برای پیشبری شوهر، برای بخش زیاد که یک مشکلی اینترنتی بود از ما یک بار قطع شد. شاید نتیجه های زمین لرزه باشد، چگونه که میدانید، شاید چیز دیگر، معذرت میخوام. یعنی همون گونه دیده بودم خیلی یک خاراکتر قوی دارن، خاراکتر دارن که پهلوی شوهر هستن، دستگیری شوهر رو میکنن و میبینید که چقدر مثلا به جای اینکه شوهر همین که به خانه در آمد به او شکایت کنن که این نداریم و اون نداریم و این گفته، حتی جنگ و جنجال هایی که با خانواده میشود اون رو از شوهر پنهان میکنن و یک قدر و قیمت عجیب هم دارن، یعنی یک مناسبت عجیب هم با همسراشون با ایشان دارن. برای همین اینجا خواهران عزیز، خواهرانی که میگیم چرا چی مشکل است که اینقدر ما بی‌قدر هستیم، شاید ما خود را اینگونه کردیم، شاید ما در ضعیفی ناتوانی فخر میکنیم، این را نمیتوانم، از این کردن شرم دارم، اون را نمیکنم، که اینگونه با ما با یک زن ناعهده برا مناسبت میکنن. اگرچه عهده برایی که زن تاجیک دارد، با اون همه صبرش، با اون همه طاقتش، با اون همه کار و بار دنیایی که به سر میبردارد و تحمل میکند، باید تاج سر مردم باشد. اما کمبودی این است که زن وقتی خود را فراموش کرد و خود را احترام نکرد، از دیگرها چه انتظار است؟ از شوهر از چه انتظار است؟ برای همین
خواهران عزیز باید خود را احترام کرد تا دیگران احترام کنند مایان را. چگونه که به دیگران وقت جدا میکنیم برای زیبا کردن فرزند، برای اینکه دیگرها چی میگویند، در نزد شوهرم باید همین گونه بود که شوهر نگوید این چی هست و این کی هست. و در این وقت میبینید که در حقیقت زن تاجیک دیگر یک زنی میشود که کسی نمیتواند بگوید این از عهده خود نمیبراید، این از پای خود شده نمیتواند، این انسانی هست که برای فرزندش همیشه زندگی میکند و فراموش کرده است که او بجز مادری همسر هم هست. این بود برنامه کوتاه ما همراه شما. با اینکه شاید مشکل دیگر اینترنتی نشود، شما را یگانه به الله یگانه میسپارم. در پناه الله یگانه باشید. در این موضوع باز صحبت خواهیم کرد شاید در برنامه‌های آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.